یه ماشین حساب بیاری، میخوایم چند تا عدد و ضرب و تقسیم و جمع و تفریق کنیم. دولت 14 میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی اختصاص داده به واردات کالاهای اساسی. اگر به جای ارز دولتی بخواد ارز نیمایی اختصاص بده به واردات، چقدر منابع ایجاد میشه؟ ارز نیمایی الان 11500 تومانه، یعنی 7300 تومان بیشتر از ارز دولتی. حساب کنید 14 میلیارد ضرب در 7300 تومان، 102200 میلیارد تومان. اگر بیایم این 102200 میلیارد تومان رو اختصاص بدیم به 7 دهکی که توی جامعه کمترین درآمدو دارن که یه چیزی حدود 57 میلیون نفر میشن، میشه 150,000 تومان ماهانه. تازه این برای زمانی که ما ارز نیمایی رو اختصاص بدیم به واردات. اگر بخوایم ارز بازار آزاد رو اختصاص بدیم، ارقام و اعداد خیلی بیشتر میشه. پیشنهاد ما اینه که کلاً بساط ارز 4200 تومانی رو بذاریم کنار، چون هم زمینه فساد، هم ویژه خاری، هم رانت، هم امضای طلایی، هم ثروت بادآورده، هم هزار تا چیز دیگه. ما میگیم باید این منابع رو که به دست میاد اختصاص بدیم به اون اقشاری که بیشترین زحمت و خسارت رو از این افزایش قیمت ها میبرن.